بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و همچنین شنوندگان گرامی که صدا و تصویر ما رو میبینید و میشنوید و عزیزانی که در رادیو پیام اسلام هم شنونده برنامه سفره دل هستند. الله متعال رو شاکریم از اینکه یک بار دیگر این فرصت نصیب ما شد تا به همراه شما خوبان و بزرگواران و جناب دکتر گرد هم بیام در سفره دلی دیگر تا باز هم از حرف دل جوانان بگیم و از حرف دل جوانان بشنویم و درباره مهمترین دغدغه یک جوان در دوره جوانی صحبت کنیم که ازدواج است. در برنامه گذشته ما موضوع ازدواج و رفیق عمر رو و شریک زندگی رو، هر اسمی که میخواید بذارید دیگه، جناب دکتر هم حالا هر برنامه اسمی عوض میکنن، نمیدونم حالا این برنامه رو چه موضوعی انتخاب کردن، درباره همین حول و حوش ازدواج داریم صحبت میکنیم. همچنان با شما و جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز که من به نمایندگی از شما خدمت جناب دکتر عرض سلام و ادب و احترام دارم. ما که نیم ساعتی هست داریم با هم میگیم و میخندیم. جناب دکتر خوش آمدید. خیلی خیلی ممنون. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت در کاران شبکه و اینی که لطف کردید بازم اجازه دادید بنده در خدمت شما باشم و در خدمت بینندگان و همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم به تک تک شما بینندگانی که ما را همراهی میکنید و به هر حال سفره دلتون رو پهن کردید و ما رو به عنوان میهمان در خانواده هاتون در خانه هاتون دارید. در خدمت شما هستیم جناب استاد سلیمانی و در خدمت بینندگان. خواهش میکنم خدمت از ماست. ما در برنامه گذشته عزیزانی که همراه ما بودن ما درباره موضوع انتخاب همسر و رفیق عمر و شریک زندگی و پیدا کردنش و چگونه انتخاب بکنیم، حالا چه آقا پسری میخواد برای خودش عروسی بیاره خانه و چه دختر خانمی که میخواد عروس یک خانه‌ای بشه، چه ویژگی هایی رو باید مد نظر داشته باشیم تا بتونیم که یک انتخاب خوب داشته باشیم. در برنامه گذشته اشاره هایی شد و حالا خلاصه‌اش رو از جناب دکتر خواهیم شنید دیگه. شاید عزیزانی برنامه گذشته همراه ما نبودن. جناب دکتر خلاصه از آن چه گذشت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. حقیقتش دغدغه انتخاب همسر به هر حال دغدغه همه افراد جامعه هست. من نمیگم که تنها دغدغه به اصطلاح جووناست و جوونایی که تازه به اصطلاح پا به میدان گذاشتن، حتی بزرگترها که بنا به مسائلی میخوان که یک نوع تغییر و تحولی در زندگیشون به وجود بیارن، حالا میخوان مثلا تجدید فراش داشته باشن، حالا مثلا همسرشون رو از دست دادن، در فکر یک همسر جدیدی هستن، زندگی نوین. به هر حال همه اینها یه دغدغه است که این طرفی که میخوام باش ازدواج کنم چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه، چه بر چه مبنایی طرف میخواد ازدواج کنه. خیلی از ازدواج‌های ما ازدواج‌های ناشیگری است. خودمون فکر میکنیم که خیلی درست میریم، وقتی سرمون به سنگ میخوره باز بر میگردیم که دیگه اون وقتیه که نه راه رفت داریم نه راه برگشت. متاسفانه اختیار همسر بر مبانی مختلفی که صورت میگیره، حالا فرار از وضعیتی که من توش هستم هست، یا میخوام یک خودنمایی کنم که آقا من وجود دارم، همونطور که آقای سلیمانی دوتا ازدواج کرده، من چیم کمتره، منم باید نشون بدم که به اصطلاح دیگه غیر از منه. فکر کنم بعد دیگه شما این رو درستان اندازید پشت سرمون تبلیغات نکنید. اینی که من بیام نشون بدم که هستم، منم این کارو میتونم بکنم، یا میخوام به اصطلاح انتقام بگیرم. به هر حال یک مواردی هست که انسان تو به خاطر اونها ازدواج میکنه که ما اومدیم گفتیم که نه آقا، ازدواج مبنای عاقلانه‌اش اینه که انسان همه این موارد رو در نظر بگیره، هم موقعیت اجتماعی رو در نظر بگیره، هم وضع حسب و نسب اون طرف و خانواده و فامیلیش رو در نظر بگیره و هم قضیه اقتصادی رو مد نظر داشته باشه. اما اینها همه تحت شعاع قرار میگیره در موقعیت دینی فرد، میزان پایبندیش به دین و شیوه پایبندی. حتی گفتیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی ما رو تشویق کردن به
به اصطلاح دنبال یک همسر متدین باشیم، نفرمودند که کسی اگر دینداری یا خوش اخلاقی اومد خواستگاری به اصطلاح بچه‌تون، شما اون رو قبول کنید، بلکه فرمودند که اگر کسی اومد که شما دینداریش رو متناسب میدونید و قبول دارید برای همسرتون، برای فامیلتون، راضی هستید، شما راضی هستید از شیوه دینداریش و شما راضی هستید از اخلاقش، یعنی طبیعت این افراد، سرشت این افراد به هم میخوره، هم از نظر دینداری و هم از نظر اخلاقی. باز گفتیم که همین دینداری، ما سه نوع دینداری داریم، یه دینداری به اصطلاح ارزشی، یه دینداری سلوکی و یک دینداری انفعالی. که دینداری ارزشی، انسانی که دینداری ارزشی داره یعنی چی؟ یعنی دین رو از همه ابعادش فهمیده که دین تنها ارکان دین 5 ارکان دین نیست، اینا رکن هست، بالای دین اسلام روی این 5 رکن بنا شده، این 5 رکنه، اینا ستونه، اما خود اسلام یه مفهوم بسیار واسع‌تر از اینی داره، ارزش ها، وفا، انسانیت، حق شناسی، ظلم نکردن، همه اینها جز ارزش هایی هست که در ذهن این فرد هست. این دیندار ارزشی با دینداری ارزشی با هم میخونند و زندگیشون بهترین میشه. در مقابل یک نوع دینداری سلوکی داریم، رفتاری، که طرف دیندار هست اما دین رو فقط ارکان اسلام فهمیده، نماز خوندن، روزه گرفتن، فلان، ارزش ها رو درک نکرده، نمیدونه که اینا هم جزئی از دین هست، بلکه اصلا این مسائل دین، ارکان دین اصلا اومده تا اون ارزش ها رو پررنگ کنه و بالا پر بده. این فردی که دینداریش به اصطلاح سلوکی رفتاری هست، این با سلوکی رفتاری میخوره، اما اگر با دیندار ارزشی ازدواج کرد مشکل ساز هست. خب و اون دینداری انفعالی که طرف به اصطلاح یهو خوشش میاد، از دیندارا خوشش میاد اما خودش پایبند نیست، و اگر پایبند میشه پایبند موجی هست. یه وقت رمضان اومد میبینی که 20، رمضان تموم شد دیگه همه چیز همون آشا میکنه. این از دیندارا خوشش میاد اما خودش عملاً تو صحنه نیست. خب این رو اگر میخوایم با یک دینداری سلوکی به اصطلاح ازدواج بدین یا با یک دینداری ارزشی، اینا با هم نمیخونن. پس هم قضیه دینداری و همچنین اخلاق، که میزان پایبندی طرف به اخلاق چیست، مفهوم اخلاق در پیش اون چی هست. خب اینا با هم به اصطلاح باید شناخت داشته باشیم، دو تا طرف رو باید بسنجیم، بر این مبنا ما ازدواج رو انتخاب کنیم. خیلی ممنونم جناب دکتر. حالا در آنچه که شما فرمودید موضوع بحث دین و دینداری و شکل دینداری، اگر بریم حالا کمی روی بحث ازدواج، چون بحث تا ازدواج مطرح میشه بحث عاطفه و محبت و عشق و این مسائل زیاد مطرح میشه و پررنگ هم هست، چقدر نقش عشق و عقل رو اگر مقایسه بکنید پررنگ میبینید؟ حالا ازدواج به دید شما در تجربه به هر حال اون چیزی که نشان داده میشه، ازدواج عشق یا عقله یا ترکیبی از این دوتاست؟ ببینید ما یه چیزی که خودمون گمان میکنیم، حالا خیلی از پیامایی که از هفته گذشته تا امروز عزیزانی فرستادند و خودشون رو هم خسته کردن، ما رو هم دردسر، خب روی همون دید ناپختگی است که میگه که ما عاشق شدیم، ما نمیدونم طرف رو دوست دارم، انتخابش کردم، شما چطور میگید که به اصطلاح عشق اینجا وجود نداره؟ ما گفتیم اصلا قبل از ازدواج عشق معنا نداره. خب ما یک نوع رضایت خاطر داریم، من طرف رو دیدم خوشم اومد، حالا یا از شکل و قیافش خوشم اومد یا این از شکل و قیافش هم برمیگرده به چی؟ به بعضی تصوراتی که من در ذهنم دارم، در عقل باطنم من یک ملاکی رو برای خودم ساختم. حالا این چی هست؟ این ممکنه مثلا مخلوطی باشه از چند تا بازیگر تلویزیونی، مخلوطی باشه از چند نفری که من خیلی دوستشون دارم، مادرم، مادر بزرگم، خواهرم، چند نفری شکلش به اونا میخوره، من بدون اینکه احساس کنم، چون که این تصور در ذهن من هست که این جور شکل و قیافه خیلی خوبه، من این رو پسندیدم. یا پسندیدمش نه به خاطر شکل و قیافش، نه،
پسندیدمش به خاطر چی؟ به خاطر مثلا نحوه رفتارش. من چون که بسیار دینداریم سلوکی هست، از نحوه پوششش، از نحوه نشست و برخاستش، از اینو خوشم اومد، یا از شیوه حرف زدنش که این باز برمیگرده به یک چیزایی که در ذهن من هست. همه اینها من رو در من یک به اصطلاح احساس آرامشی به وجود آورد که من احساس میکنم باش خیلی فری هستم، خیلی خوشم میاد. فکر کردم این عشق شد. خب این بچهای ما به اصطلاح که به اصطلاح تازه به دوران رسیده ها اینجور فکر میکنن این عشقه. این عشق نیست، این یک نوع آرامش قلبی هست. بعد از این ما میایم یه مرحله دیگه که من این رو بیشتر میشناسم، باز در اینجا یک نوع تمایلی پیدا میکنم. مرحله عشق اون وقتیه که من این رو شناختم، ما از من و اون شدیم ما. در این فضای ما عشق ساخته میشه که این یک مرحله بعد از ازدواج هست. حالا وقتی میگیم که بسیار ازدواج عقل است یا عشق، من میگم ازدواج باید عقل باشه. همه ازدواج هایی که بر مبنای بسیار عشق، این عشق بسیار وهمی ساخته میشه، ما یه ازدواج موفقی نداریم که بگیم که بسیار آقا فلانی عاشق فلانی بود حالا ببینیشون. خب شاید باشه، اگر می بود که حداقل گزارشش می اومد تو این به اصطلاح همه این جنجالای مسائل اجتماعی که هست، مسائل خانوادگی، تو دادگاه خبرش میرسید. خب اینی که تو دادگاه ها وقتی میری، تو خانواده ها وقتی میری، در محیط طلاق عاطفی وقتی که ورق میزنی، میبینی که همین افرادی هستن که عاشق هم بودن. منو گولم زد، منو چیکار کرد، من چرا گول خوردید؟ تو که عاشق بودید، شما که دیروز که به اصطلاح همه فامیل رو زدید کنار که ما عاشق هم هستیم، الان چی شد که باز سرتون به سنگ خورد؟ خب واسه همین در ازدواج اولین کاری که طرف میکنه چه هست؟ میاد عقربه عشق و عاشقی و انفعالات خودش رو میگردونه، میچرخونه، میاره روی صفر. چرا؟ از اینجا آغاز باید باشه. چون یعنی اصلا کنن بحث احساس و عاطفه و محبت نباید باشه در انتخاب. حالا من میخوام ازدواج کنم. خب اگر من بیام که این دیدهای سطحی رو پررنگ کنم، اینا همش دیدهای مثلا انعکاس یک نوع عقل باطنی هست که من دارم، انعکاس یک نوع انفعالات درونی هست که من دارم. ببین در جسم انسان یه هورمونایی هست که این هورمون وقتی فعال میشه انسان احساس آرامش و راحتی میکنه. کسایی که بیماری‌های مختلف دارن، اکتئاب داره، نمیدونم همیشه اضطراب داره، میره پیش پزشک چی بهش میده؟ قرص آمپولی. یه قرص آمپولی میده که این همون هورمونای به اصطلاح که بهش میگن اکسیر سعادت، یه چیزی که به اصطلاح انسان رو آرامش میده، نشاط میده، اون فعال میشه. اون که فعال شد به احساس راحتی میکنه، احساس شادی میکنه، احساس آدم همون آدمه، شرایطش هم تغییر نکرده، دقیقاً تغییرات جسمی درش ایجاد شد. الان این جوون ما بر همین مبنا یه نوع انفعالاتی داره، این انفعالات همون هورمون رو فعال کرده. تا طرف رو میبینه احساس سعادت میکنه، احساس خوشبختی میکنه. اون که رفت خود به خود این افت میکنه. افت که کرد احساس استراب میکنه، کجا شد، چی شد، اگر دستم نیومد، اگر فرار کرد، اگر شکار کسی دیگه شد، اگر خب اینجا دیگه فکر میکنه که این عاشق شده. این عاشق نیست، این یه معتاده، یه مریضه. خب حالا ما چیکارش باید بکنیم؟ باید حرف شما به مزاج خیلی سازگار در نمیاد. این حرف ما الان خیلی از جوونا سازگار نیست، اما خیلی از آقایونی که الان نشسته همچین لم دادن با خیلی از خانم‌ها الان دارن به همسراشون نگاه میکنن، میگه این حرفو چرا اون وقتا نفهمیدم. الان چی شد؟ فقط 2 سال گذشته، چند وقتی گذشته، نیاز بود این حرف اون وقت میشنید. خب این جوونایی که الان دارن دندوناشون رو هم فشار میدن که دکتر دستمون بیفتی، خب اینا هم 2 سال بعد وقتی اگر خدا نکرده کتابای شعر دستشون و نامه قربانت شوم و فدایت شوم و از اینا میفرستن و قلب و عاشقی و از این تیرایی که از وسط قلب رد شده، اینا دیگه الان اون تیرا اگه دستشون میافتاد یکی از سمت شما میفرستادن، یکیش هم سمت من. این دوستان اگر الان حرف ما رو نشنوند، خدای نکرده 2 سال بعد باز میان میگن ای قربونت، ای کاش حرفتون رو میشنیدیم. خب من میخوام که این مقدار حرفا ما رو با دقت بشنون، بعد خودشون به هر حال ما مجبورشون نمیکنیم. ببینید وقتی من میگم که عقربه انفعال رو بیاریم روی صفر یعنی چی؟
یعنی اینی که من بیام بگم که آقا من چرا میخوام اینو بگیرم، از خودم بپرسم. نه والله من هدفم از این ازدواج اینه که من به اصطلاح فیلم‌های مستهجن نگاه میکنم، عکس‌های برهنه میبینم در فیسبوک و در نمیدونم فلان، من دچار یک طغیان غریزه در داخل خودم هستم. اما خب پایبند به دین هستم. خب یعنی دین در من ارزشی هست. هیچ وقت اجازه نمیدم که منحرف بشم فلان بشم، پس من میرم ازدواج میکنم، یعنی به خاطر نجات از این فضا. بعد از این که ازدواج کردم اینجا چی بود؟ هدف من به اصطلاح تسکین دادن یه غریزه جنسی بود، اشباع یه غریزه بود. خب این اشباع صورت گرفت، یه ماه 2 ماه گذشت، میبینم که اوه در چه چاله‌ای خودم رو انداختم. الان در یک محیط خانواده دیگه همش غریزه جنسی که نیست. خب روابط با دیگران برقرار کردن، وقتی که ازدواج میکنی تو که با یک دختر ازدواج نکردی، یک خانواده است. روابط با این خانواده، تازه میفهمم که چه پدر مادری عجیبی داره، چه مخلوقاتی اینجا هستن، من خبر نداشتم. خب حالا اگر بخوای از این مخلوقات فرار کنی، باز یه مصیبت دیگه، خود آیندت رو داغون کردی. خب نه به هر حال من خواستم ازدواج کنم. چرا ازدواج میکنی؟ این دختره درسته که در یک خانواده بی بند و بار بلند شده، اما دیندار هست فلان هست. یه نصیحت بسیار زیبایی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به این گونه افراد میفرمایند ایاکم و خضراء الدمن. کلیسی از در دارقطنی، گرچه که در به اصطلاح اهل حدیث در روی حدیث علامت استفهام میذارند، اما به هر حال روایت بسیار دقیقی هست. ایاکم و خضراء الدمن. گفتند یا رسول الله این خضراء الدمن چی است؟ فرمودند المرأة الحسناء فی المنبت السوء. زن خوشگل در طویله. یعنی یه زن، خیلی تصویر دقیقی هست که مثلا شما میرید یه قارچ خوشگله، یه گل خوشگل، کجا؟ تو استبل، تو طویله حیوانات. خب این هر چه خوشگل باشه میبینی که این سمیه. خب این یه زن خوشگل رو پیدا کرد، طرف خوشش اومد فلان، اما نمیدونه که پشت صحنه این چی هست. خانواده ای که از یک خانواده منحرف هست، یه خانواده غیر پایبند به ارزش هاست. خب در این خانواده چه این زنی که رشد میکنه چه زنی میتونه باشه؟ حالا اگر این زن اومد پایبند بود، دیندار بود، خب شما اومدید یه دینداری رو از این خانواده گرفتید، آیا شما این ظرفیت رو دارید یا نه؟ ظرفیت چی رو؟ ظرفیت برداشت خانواده رو. شما داره این خانم رو گرفتید، پدر شرابی، مادرش نمیدونم فلان، محیط خانوادهش فلان، خواهر برادرش فلان. یعنی اینجا خود گزینه مناسبیه، اما فضای ماحولش اون بعد از اون تحملش میتونه بکنه یا نه؟ چون واقعا این هر کس نمیتونه تبعات خودش خیلی طبیعتا خیلی. الان شما اومدید سر مسئله تربیت فرزندان، این خدای نکرده بی احترامی به این شخص نیست، به این خانم یا این آقایی که در این فضا با دیانت و با شخصیت بزرگ شده رشد کرده، ایشون محفوظه، تمام احترام جایگاه شخصیتش محترم. ولی فضایی که دور بر ایشون هست اون نیاز به تأمل و تفکر داره. این فضا رو هر انسانی ظرفیت برداشت رو نداره. برای این خانم افرادی هستند که همچنین ظرفیت دارن. خب اما هر کسی این ظرفیت رو نداره. فردا که بچه‌ها اومدن، الان تازه میخواد که بچه‌ها نباید پیش عموهاش برن، پیش داییاش برن، نباید با بچه خاله‌هاشون نشست و برخاست کنن، پیش پدر بزرگ مادر بزرگ حق ندارن برن. چرا؟ اونجا که میرن بی تربیت میشن، اونجا که میرن بی دین میشن، اونجا که میرن نمیرن سیگاری میشن، شرابی میشن، فلان میشن، الان میشن. خب مردی آقا. خب این خانواده کجا میره؟ میره پیش همون خانواده، این بچه‌ها میرن پیش همون. آیا شما این ظرفیت رو دارید؟ آیا شما برای این مرحله جواب دارید؟ راهکارهایی دارید؟ اگر دارید بله بسم الله. خب این به هر حال خانواده‌ای هست، این خانومی هست که شما میگید که 20. اما اگر این رو ندارید دیگه الان این یک ریسک هست. شما میگید الان
خب چون که دلت میخواد که این با این خانواده با این خانم ازدواج کنی چون این ویژگی ها رو داره. وقتی اومدی تو میدون دیدی که یه هیولایی دیگه اونجا وجود دارن که اینا برای شما غیر قابل برداشت هستن. چون تنها بحث زندگی مشترک تنها خود خانم نیست، برادرش، خواهرش، پدرش، مادرش، فامیلش، قومش، که فردا اینها یکیش میشه دایی بچه من، یکیش میشه خاله بچه من، یکیش میشه پدر بزرگ و مادر بزرگ بچه من نمیتونم این روابط رو قیچی کنم و ببرم. دقیقاً. بعضی وقتا هست که بسیار طرف میاد خودش فکر میکنه، میگه من چرا ازدواج میکنم؟ میگه ازدواج میکنم که همه چشما به من نگاه میکنه. هر کی میاد تو خونه من از مامان میپرسه که خب تا حالا خواستگار نیومده؟ هر دو نفری میشینن با هم، هر مجلسی چشام به طرف منه. میخواد از این وضع فرار کنه. هر کی اومد، هر موجود دو پایی که از اون ور رد شد بی چشمکی زد، آی آی عاشقت شدم، فدات برم، غیر از تو رو نمیخوام، دیگه قصه عشق و عاشق، این در واقع داره خودش رو گول میزنه، طرف مقابل رو هم گول میزنه، میخواد از این وضع فرار کنه. خب این دیگه باید بگیم که نه، این کارو نکن، این حرکت رو بیار، عقربه رو بیار روی صفر. تو نمیخوای فرار کنی، تو میخوای ازدواج کنی، تو نباید فرار کنی. یعنی احساسات باید کنترل بشه. یه طرف هست که میخواد انتقام بگیره. چی؟ دختر فلانی رو میخواستم به من ندادن، حالا چشت کور، یه زن بگیرم که بدونی که زن یعنی چی. حالا هدفش چی هست؟ هدفش اینه که ثابت کنه که آقا دست و پا چلفت نیست، خاطرخواه زیاد داره، آنو از اون خوشگلترشو هم گرفتم، پولدارترشو هم گرفتم. چه چیز باعث شد که به من ندند؟ گفتن که به اصطلاح اینا سطح سوادش پایینه، گفتن که نمیدونم پولدار نیست، گفتن که میره پولدارتر از خودش رو پیدا میکنه، میره نمیدونم سطح سواد بالاتر، فقط میخواد که به اصطلاح زهر چشم میمونه نشون میده که هستم. بین آقا میگیم این کارو نکن، عقربه رو ببر روی صفر. تو میخوای زن بگیری، نمیخوای انتقام بگیری. اگه این کارو کردی در واقع از خودت انتقام گرفتی، از اون طرف انتقام نگرفتی. این جور موارد ما میگیم که این عشق بازی وهمی رو بیار روی صفر. آوردی روی صفر یعنی چی؟ الان عقلانی من فکر میکنم، من الان دنبال یک شریک زندگی هستم، نه دنبال اینی که خودم رو توی ریسک بندازم. کسی رو الان در مسیر زندگی انسان قرار میگیره، میبینتش طرف، چه آقا پسری چه دختر خانمی، آشنا میشه، یک سری صفاتی ازش میبینه، خوشش میاد طبیعتا. حالا جمال ظاهری هست یا سری کمالات هست، یک سری صفات هست که دل میده بهش. حالا من تعبیر عشق استفاده نمیکنم، شما حساسید به این موضوع. دل میده و خیلی هم علاقمند میشه، خیلی هم محبت داره و احساس میکنه که میتونه. حالا این به چه نیتی ازدواج میکنه به دید شما؟ اینو هم میگیم که این دل دادن تو کنترل کن. عقربه عشق و عاشقی و انفعالات و احساسات رو بیار روی صفر. من الان هیچ انفعالی ندارم. این هیچ انفعالی ندارم یعنی چی؟ یعنی هیچ این طرف وجودش بر من غالب نیست. الان من دنبالش میرم. یعنی از صفر شروع میکنم. از صفر شروع میکنم، این رو از صفر میخونم. خب بله، یه تمایلی به وجود اومد یعنی چی؟ یعنی این یک گزینش هست جلوی من برای گزینش که جلوی رو دارم یک صفات و یک ارزش هایی رو گذاشتم. خب دفعه پیش مثال زدیم، تکرارش هم میکنیم که آقا شما نمیدونم سماور جادویی علی بابا رو داری در اختیار. خب الان اون دیوه میاد بیرون، دستاشو میبنده، میگه لبیک، نمیدونم چی میگه، اون حرفارشو میزنه، میگه که چی میخوای؟ الان من بهش میگم، نمیگم فلانی رو میخوام، میگم که من زنی میخوام با این مواصفات. البته در مواصفاتی که برای همسر میذاریم هرگز جوانب منفی رو ذکر نکنیم. به این معنا که من زنی نمیخوام که عصبانی بشه، من زنی نمیخوام که به اصطلاح فلان چیز رو نداشته باشه. منفیا رو اگر دنبالش گشتید برای جانت میشه. همون چیزی که دنبالش باشه نه بخواید ازش فرار کنید، همون گلوتون رو میگیره. دید منفیه دیگه، دید منفی غالبا به انسان نتیجه نمیرسه. اینه که من به جوانبی که میخوام رو
مطرح کنم، اون صفت ها ویژگی هایی که من درش میخوام اون رو بگم که من همچنین زنی میخوام. این صفات رو داشته باشه. الان این صفات رو من گذاشتم، یه چارچوبی برای خودم مشخص کردم. الان این طرفی که من یه نوع تمایلی بهش پیدا کردم. خب این صفات ببخشید جناب دکتر، حالا همین صفاتی که شما میگید گذاشتید، حالا مثلا یکی میاد میگه پیام های اومده بود که مثلا همسر شما چه ویژگی داشته باشه، از بینندگان فرستاده بودن که من میخوام شوهرم، خواهری نوشته بود، شوهرم خوش تیپ باشه، خوشگل باشه، قد بلند باشه، پولدار باشه، تحصیل کرده باشه، خوش اخلاق باشه. و خب حالا اینا رو طرف شما میگید بنویسه، خب خود همین رو طرف مینویسه دیگه، همینا رو میخواسته که اینجا عاشق شده دل داده. نه خیر، این ما رو به یه قصه انداخت. یک شاگردی برای استادش نوشته بود که من یه زنی میخوام با این صفات، 1 2 3 4 5. استاد میخوند رو همون برگه‌ای که نوشته بود پشتش نوشته بود که آقا جون من این ویژگی هایی که گفته بودین این رو خوندم. خب اگر زنی با همچنین صفات و ویژگی ها من پیدا کنم، خانمم طلاق میدم، اونو میگیرم. بله من میگم بنویس. در اصل ببین یه چیزی هست که من یه تخیلاتی رو برای خودم میذارم. وقتی میام تو میدون خودم میبینم من یه ویژگی داشتم که باید خیلی خوشگل باشه، اینو گذاشتم. خب اومدم تو میدون دیدم که نه، این اون زیبایی که من به اصطلاح شرط گذاشته بودم اون رو نداره، اما در مقابل این زیبایی کمالات دیگه ای داره، از هر 5 انگشتش 100 تا هنر میباره. خب یه چیزایی هست که خود به خود اینها عوض میشه، دید من از اونها عوض میشه. من دارم در اثناء در خود جستجو انسان رشد میکنه. خب بعضی چیزا به اصطلاح تو حاشیه میره، بعضیا پررنگتر میشه. اینه کلکولری گزینه که وقتی معرفی میشه خود به خود آشنایی با اون گزینه سبب میشه که انسان در اون مؤلفه هایی که داشته تجدید نظر کنه. دقیقاً. بعد من یه موارد دیگه هم هست. ببینید وقتی ما میخوایم ازدواج کنیم یه مواردی هست که دور و بر طرف میچرخه، اینا رو باید مد نظر بگیریم. یه مواردی هست که در خود شخص تجلی میکنه، اونا رو هم باید در نظر داشته باشیم. یعنی مثلا در چیزایی که دور و بر فرد هست، یه مورد بعد زمانی قضیه رو نگاه کنیم. بعد زمانی که این فرد کی به دنیا اومده، یعنی چند سالشه. قضیه عمر خیلی مهم هست، چون که این عمر ما از 2 نسل مختلف هستیم یا از یه نسلی، ما با هم میخونیم یا نمیخونیم. ببینید این مورد رو باید عزیزان مد نظر داشته باشن، چون که این یکی از مواردی هست که ما خیلی روش مشکل داریم. خیلی ها مثلا ازدواجشون چی هست؟ میگن که همکلاسیم، همکاریم، در یه محیط بودن، با هم آشنا شدن، اما غافل از این هستند که بابا ما مرد و زن هستیم، ولیس الذکر کالانثی. مرد مثل زن نیست، زن هم مثل مرد نیست. اینا با هم یک نوع از نظر فیزیولوژی خیلی با هم فرق میکنن. آقا به اصطلاح پژوهش‌های علمی میگه که اگر در یک به اصطلاح از یک رحم در یک وقت ولادت 2 قلو به دنیا اومدن، 2 قلو اومدن، حالا کدوم یکیش بزرگتره؟ یکی دختر یکی پسر. خب کدوم بزرگتره؟ ما میایم میگیم که اونی که اول اومده 2 دقیقه پیش اومد. طبیعتا. اما در به اصطلاح قضای فیزیولوژی اینو نمیگه. میگه که آقا هر 2 تا قلو به اصطلاح هم عمر، دختر حداقل از پسر 4 سال بزرگتره. برای اینکه در یک رده سنی باشن، در یک رده سنی که هستن 4 سال بزرگتره. یعنی چی؟ ببینید خودمون داریم میبینیم بچه‌ها وقتی که حرکت میکنن دختره اول به حساب راه میفته، دختره اول حرف میزنه، دختره قبل از پسر بالغ میشه. 2 تا خواهر برادر هستن، خواهر برادره از خواهر 4 سال بزرگتره، هنوز بالغ نشده، دختره بالغ شد. خب دختره شکل و شمایلش زودتر رشد میکنه. ازدواج کرد
دختره به اصطلاح میاد، به اصطلاح خانم، بیشتر خانم ها در 40 سالگی در عمر یأس میفتن. خب 40 سال به بعد دیگه نازایی شروع میشه و دیگه اصلا نیازی به همسر پیدا نمیکنه، در حالی که مرد در 40 سالگی دچار یک انقلاب میشه، پخته تر میشه. مرد در 40 سالگی مردتر میشه. خب اینجاست که به اصطلاح یه خانم میخواد، خانمی نیست. خانمی که به این عمر رسیده، هم هر دوتاشون 40 ساله بودن، این در 40 سالگی به اصطلاح آتش بس رو اعلام کرد، اون در 40 سالگی تازه میخواد ازدواج کنه. خب یعنی شما میفهمید که غالبا من برداشت من از صحبت شما اینه که غالبا سعی بشه که دختر خانم سنش کمتر باشه از پسر. به هر حال این پژوهش‌های علمی که هست همیشه یک به اصطلاح مرحله عمری رو مطرح میکنه که حداقل بین 5 تا 9 سال تفاوت سنی باید باشه. بین 5 تا 9 سال. یعنی کوچکتر از پسر دختر؟ دختر از پسر حداقلش 5 سال، 7 سال که خب عالیه، تا 9 سال تفاوت سنی باشه. احساس نمی‌کنید که این تفاوت سنی هر چقدر مثلا بیشتر میشه باز بحث درک متقابل و خب برای عنوان مثال اگر بخوایم شما پسر رو فرض بکنید در سن 25 سالگی بخواد ازدواج بکنه با این تفاوت سنی که شما میگید، یعنی دختری کمتر از 20 بعد انتخاب بکنه. آیا فکر نمی‌کنید که این پسر در این سن و سال و دختر خانمی در ابتدای دوره جوانی شاید نتونن همدیگه رو درک بکنن، یعنی به هر حال شخصیت‌هاشون به هم نخوره؟ این به هر حال یک بعد جنسیش به هر حال باید مهم باشه، طبیعتاً بعد جنسی در جای خودش محفوظ، اما خب بعد روحی، بعد عاطفی، بعد شخصیتی، بعد فردی، اینها کجا میره باز؟ ببینید در این تفاوت سنی بر چه معیارهایی رو مشخص شده. این تفاوت سنی با در نظر گرفتن بعد روحیش، بعد عقلانیش، بعد عاطفیش، بعد نمیدونم جسمیش، با اینها در نظر گرفته شده، با این معیارها. اینا خود معیارهایی است که بر مبنای این تفاوت سنی در نظر گرفته شده. حالا اگر ما این رو مراعات نکردیم، خب چی اتفاق میفته؟ همون چیزی که الان شما ازش به اصطلاح احساس خطر میکنید، اونه که 2 تا نسل مختلف با هم جمع میشن. آیا این قاعده کلیه شما میتونید اینو تعمیمش بدید همیشه همه جا؟ نه، ببینید این حالت طبیعی ازدواج هست، در حالتهای طبیعی. حالا ازدواجی غیر از این صورت گرفت، ببین همیشه مبانی به اصطلاح معیارهای افراد فرق میکنه. حالا ما میگیم که این یک حالت خوبش هست، حالت نرمال و طبیعیش اینه. حالتهای دیگه یکی هست، مثلا یک دختری هست که در یک فضایی به وجود اومده، یه نوع فضایی که تربیت شده که یک نوع محرومیتی رو داشته. فضایی بوده که مثلا خانواده بسیار فقیری بودن و این چشش به خانواده های پر ریخت و پاش بود. آرزوش اینه که ریخت و پاش داشته باشه. خب این دختر خانم با یک پیرمرد پولدار احساس خوشبختی بیشتر میکنه تا با یک جوون فقیر. این حالت استثنایی است. این دیگه این تو این به اصطلاح با معیارهای ما نمیشه اینو سنجید. یه حالتهای استثنایی است. یک نمیدونم دختر خانومی که یا آقا پسری که به اصطلاح یتیم بوده، مادر نداشته. این آقا پسر اگر با خانم بزرگتر از خودش ازدواج کنه که این حرمان مادر رو اینجا اشباع بکنه، اون نقایصی که بسیار کوتاهی یا کمبودایی که در خودش هست اینجا پیدا کنه، این احساس سعادت میکنه. ما در ازدواج رسول صلی الله علیه و سلم و خدیجه کبرا 15 سال ازشون بزرگتره. الان شما این معیاری که شما میگید اصلا نه تنها کوچکتر نیست که 15 سال هم بزرگتره. زنی که به سن 40 رسیده، همون چنی که یعنی حالا طبق قول مشهور، یعنی بعضی وقتا رو حتی کاین‌تر است. در هر حال خدیجه کبرا از رسول صلی الله علیه و سلم بزرگتر بوده چندین سال. بر این معیار رو ما اصلا نمیتونیم قیاس کنیم. برای چی؟ ما اینجا یه پیامبر داریم، یه کسی داریم که آماده میشه برای یک
به اصطلاح برای یک پیام بسیار بزرگ، برای یک مسئولیت بسیار بزرگ. این داره ساخته میشه. وقتی هم در سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میخونیم، در کودکی در ظرف یک ماه به اندازه ای که کودکای دیگه در 2 سال رشد میکردن، پیامبر رشد میکرد. پیامبر ببینید اهل مکه به پیامبر چی میگفتن؟ امین. صادق امین میگفتن، نه؟ بله. کسی بهش نمیگفت که نمازگزار، حاجی، روزه‌دار. خب در حالی که مشغول عبادت و اینا هم بود. خب این ارزش ها بود. یعنی چی؟ یعنی رشد پیامبر، رشد عقلیش از کل جامعه زده بود جلو. الان برای این پیامبر، برای این مستوای عقلی، برای این مرحله رشد، شما کی رو میخواهید؟ شما یک کسی رو میخواهید که بتونه پیامبر رو درک کنه. اگر اینجا بیایید برای پیامبر یک خانومی انتخاب کنید که از خودشون کوچکتر باشند یا هم عمرشون باشند، چطور میخواد که پیامبر رو درک کنه؟ تصور کنید حالا پیامبر میره تو غار حرا. خب اگر یه خانم کوچکتر از خودش باشه دیگه زهر ترک میشه. کجا میری تو تاریکی؟ آی مردم آی. اما خدیجه این رو درک میکنه، میره پیش پیامبر اونجا. خدیجه خیلی زیرک هست. خدیجه میبینه که پیامبر یک رشد خارق‌العاده داره در فکر و اندیشه و ارزش ها و اینا. همیشه تلاشش در اینه که خودش رو به پیامبر نزدیک کنه. این یه موردش هست. یه مورد دیگه، این پیامبر آماده میشه برای یک مسئولیت بزرگ. خداوند متعال برای پیامبر یک همراه میخواد، یک همسر میخواد که در این مسیر اون رو یاری بده. واسه اینه که ما میگیم اسلام اگر نصفش پیامبره، نصفش خدیجه است. پیامبری که وحی بهش نازل میشه، از وحی به اصطلاح از غار حرا میاد، وحشت زده است، یک حالت خارق العاده ای رو دیده، میلرزه. خب خدیجه میگیره آرامش میکنه، زنبلونی که میگه آرامش میکنه. بعدش بهش چی میگه؟ نمیگه که 100 بار بهت گفتم که نرو کو خب که دیو هست، جن هست، حتما جن دیدی، حتما چی شدی، حرف که نمیگیری. نه، گفت که پسرم ببین این حالتی که هست باید ما بریم پیش یک کسی که میفهمه و هیچ هم نگران نباش. شما انسانی هستید که دارای ارزش‌های بزرگی هستید. انسانی با این ارزش‌ها امکان نداره که خداوند اون رو ضایع کنه. شما صله رحم انجام میدید، شما به تنگ دستان میرسید، بیکاران میرسید، نمیدونم فلان. این یه مورد استثنایی هست. آیا میتونیم این رو مثلا ما در الان عصر زمانه خودمون هم جاهایی بگیم پس میشه که نمونه‌ای باشه که مثلا خانم بزرگتره، چند سال بزرگتر باشه، اما شخصیت مرد به شکلی هست که در تعامل با این خانمی که بزرگتر از خودش هم هست دچار مشکل نمیشه؟ این موارد پیش میاد، اما این موارد، این گونه ازدواج ها نیاز به اهرم های کمکی هم داره. به این معنا یک دعوتگری هست، خب یک خانمی هست با همین ارزش ها. خانمی هست مثلا دکترای علوم اسلامی داره و از به اصطلاح ازدواجش تاریخ گذشته است، 35-36 سال عمرش هست. حالا یه جوونی به 30 ساله میبینه که این خانم اگر در کنار من باشه من خیلی کارا میتونم انجام بدم، خیلی در محیط دعوتمون، در محیط فعالیتمون من میتونم موفق تر باشم چون اونو در کنار خودم دارم. خب ازدواج کردی، این یک جزئی از زندگی است. دعوت یک جزئی از زندگی هست. این زندگی نیاز به یه خواسته های دیگه هم داره. خب این زندگی همش به اصطلاح این زندگی فرزند میخواد، این زندگی غذای عاطفی به اصطلاح جنسی و اینا رو هم میخواد. خب این خانم بعد از 5 سال با تو همراه نیست، در این بعد از زندگی با تو همراه نیست. اینجاست که این زندگی اهرم کمکیش هست. اهرم کمکیش این هست که این فرد ازدواج‌های دیگه هم داشته باشه. خب اینجا یک ازدواجی بر معیارهای ارزشی گرفت
اما خب این خانم برات بچه نمیاره. اگه خانم دکتر بگذاره که ازدواج کنه، اینه که اینو باید از لحظه اول میگم که باید عقلانی باشه، همینه که جناب خانم فلانی ما این زندگی رو با هم شروع میکنیم، اما شما نیمه راه منو تنها میذاری، پس من اینجا یارهای دیگه هم باید در کنار خودم داشته باشم. خب این معیارها باید روشن باشه. ما تا هر چیز بیشتر زیر نور خورشید ازدواج کنیم موفق تر میشیم. هر چی بیشتر تو سایه باشیم، یه چیزایی از هم دیگه پنهان کنیم، موفقیتمون کمتر میشه. خیلی ممنونم جناب دکتر، اجازه بدید فعلا تا همین حد وقتی که بحث طولانی نشه و بینندگان عزیزم خسته نشن، به همراه شما بینندگان عزیز میان برنامه میبینیم، برمیگردیم همچنان در خدمت شما خواهیم بود با ادامه موضوع این مواردی که مهم است قبل از ازدواج مورد تأمل و درنگ قرار بگیره. جزاکم الله خیر. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان. هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان. هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان. وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان. وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني. نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني. في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني. نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني. هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان. هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان. وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان. وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. يا رب فاملأ بالمحبة
المحبة بيتنا والود والإخلاص والإيمان. بله، سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. همچنان با شما هستیم با ادامه موضوع بحث در پی رفیق زندگی و انتخاب شریک عمر در زندگی. اجازه بدید من پیام‌هایی از شما بینندگان عزیز رو قرائت بکنم که برای ما رسیده. میتونید نظرات، پیشنهادات، انتقادات، سوالات خودتون رو از راه‌های مختلف، از طریق واتساپ، از طریق تلگرام، از طریق فیسبوک، از طریق پیامک شبکه جانی و صادق، از پیامگیر صوتی، از راه‌های مختلفی که در اختیار دارید برای ما بفرستید. انشاءالله حتما در برنامه پخش خواهد شد و مطرح خواهد گشت. من همسرم باید طبق این معیارها باشد. اولا اسمش قشنگ باشه، خوشگلم باشه، خوشتیپم باشه، دیندارم باشه، اهل توحیدم باشه، سختگیر و قلدرم نباشه، خوش اخلاق باشه، مهربون باشه، در تمام عرصه‌های زندگی کنارم باشه، بعد پولدار هم باشه، ماشین شاستی بلند رنگ سفید، رنگش هم ایشون خسته نباشید انتخاب کردن این خواهر بزرگوار، ماشین شاسی بلند خوشگل رنگ سفید هم داشته باشه. هر سال رمضان هم با هم بریم عمره. بازم اگر یادم اومد میگم، تا همینجاش هم خیلیه، بسه دیگه، بیشتر نگید دیگه، وگرنه میترسم تا آخر عمر تنها بمونید تو خونه خواهرم. با احترام به شما دیگه. این همه نظری داریم با من خیلی خوشم اومد از این انتخاب ایشون. تازه کلی هم شکلک گذاشتن، برای هر کدومشون یک شکل هم گذاشتن. این صفحه کامل فقط پایم ایشونه. خوبه، این یک تصوراتی داره. الان وقتی که عملاً بیاد تو میدون بعضی از اینا تعدیل میشه و ماشین شاسی بلنده، من فکر کنم شاسیش بخوابه، بعد هم که خوابید ایشون قبولش میکنه و به اصطلاح با یک واقعیت میسازه. این دو گونه دیده هایی که به اصطلاح به هر حال چی تصوری برای خودش گذاشته، این تصورات همیشه نتیجه مثبت. یعنی شما حمایت میکنید از این؟ دقیقاً. خب پیدا میشه همچین آدمی با این همین؟ خیلی پیدا میشه، چون که به هر حال شما از خدات یه چیزی میخوای. چقدر رابطت با خدات صمیمیتر باشه، به همون اندازه به خواستهات بیشتر میرسی. و همیشه قاعده کلی هست، الطیبون للطیبات. وقتی که من یک انسانی میخوام با صفات فاطمه، باید خودم رو علی بسازم. خب منی که یک انسانی دیندار میخوام با این صفاتی که ایشون میخواستن دیندار باشه و هر سال ببردش عمره و فلان، پس خودش رو آماده میکنه در دینداریش با این شخص که به این شخص برسه، رابطهش رو با خداش صمیمی میکنه و حتما میرسه. حالا درباره همین موضوعی که شما اشاره فرمودید، بحث الطیبات للطیبین، اتفاقا بیننده دیگری فرمودن که مگر الله تعالی نمیفرمایند که پاکان برای پاکان و ناپاکان برای ناپاکان، پس دختران و پسرانی که به پاکدامنی زندگی میکنن چرا باید بیشترین مشکلات رو متحمل بشن؟ پس وعده الهی چی میشه که همگی ما بهش ایمان داریم و یا میبینیم که دختر خانم پاکدامنی با شخص ازدواج میکنه که اصلا به هم نمیخورن از هر نگاهی، حالا چه از لحاظ دین و اخلاق و رفتار. پس حکمت این فرموده متعال چی میشه؟ خداوند متعال پاکان رو برای پاکان میخواد، اما یه پاکی میخواد که به اصطلاح خودش رو تو جنجال ناپاک بندازه، این دیگه مشکل خودش هست. ببینید در قضیه دین، در قضیه دینداری، در این ما نباید هیچ گونه تنازلی داشته باشیم، هیچ گونه بدبستونی هم نیست. خب من اومدم دیندار، خانواده دیندار، طرف اومده خواستگاری، میخوامش. چرا؟ چون ترس های دیگه ای هست. خب نمیخوام که به اصطلاح عقربه رو بیارم رو صفر، نمیخوام که عقلانی برخورد بکنم، میخوام عاطفه برخورد کنم. ترس دارم، واهمه دارم، شاید کسی دیگه نیاد، پولدارش که پول داره، نمیدونم شکل و قیافه داره، فلان داره، اما دیندار نیست. خب بیا تو محیط خانواده ما درست میشه. یه ریسک هست. خب بذار اول درست بشه، بعد بیا تو محیط خانواده ما. یعنی شما الان این خود شخص رو مقصر میدونید که چرا انتخاب رو قبول کرد؟ انتخاب با من هست. ببینید ما اختیار رو ما داریم. ما الان تو برنامه من میگیم چگونه شریک زندگیم رو اختیار کنم، من انتخابش کنم. اما خیلی وقتا هست که ما گول میخوریم.
دیگران انتخاب میکنند، ما مجبور میشیم یا خودمون رو مجبور میکنیم. دیگران انتخاب میکنند یعنی چی؟ مادر انتخاب کرد، پدر امضا کرد، اطرافیان اومدن انگشت زدن، بعد هم از من میپرسن قبولش داری؟ من میبینم که همه یه به اصطلاح کارا شده، از امضا رو خورده، همه انگشت هم زدن، الان من موندم، من هم دیگه یه سری میندازم پایین میگم بله. این یه نوع اجبار هست. یه اجباری دیگه هست که ما رو خودمون تحمیل میکنیم. خب اون چه اجباری هست؟ اجبار فیسبوک هست، اجبار تلفن هست، اجبار نمیدونم محیط کاری هست. اینها رو ما فکر کردیم عشق، هم کلاسی هستیم. خب ببینید ما دو نفر میتونن دوست هم بشن، اما هر دو تا دوستی نمیتونن که زوج بشن. هر دوستی ممکن است در محیط کاری ما با هم به هر حال دوست هستیم، همکاریم. در محیط کلاس ما دانشجو هستیم، دوست هستیم. این رابطه غیر از رابطه ازدواج هست. خب اینجا یه نوع احتراماتی هست، یک نوع مرزبندی های خاصی هست. در قضیه ازدواج دیگه ما هیچ مرزبندی نداریم. خب طرف اومد به میگه که شوهر دستمانی میشه، فلان میشه و فلان، چطور شو اینقدر کنار میایی؟ میگه تو عصبانی میشه شوهرت چیکار میکنی؟ میگه من ساکت میشم. هیچ جوابشو نمیدی، هیچ جوابشو نمیدم. فوش میده، بعد میرا میگه بله. میگه پس کرامت انسانیت کجا رفت؟ میگه کرامت انسانی بین دو تا زوج چه معنا داره؟ وقتی که ما برای همدیگه همه چیزمون رو میذاریم کنار، حتی کرامتمون که لباسمون هست کنار میذاریم، دیگه این دیگه چه معنا داره؟ خب پس هر دو تا رفیقی که با یک مرزبندی های خاصی هست، با یک به اصطلاح کلیشیات خاصی هست در تعامل و در رفتار، خب اینا نمیتونن که همسر هم دیگه باشن. اینجاست که گول خوردن، خودشون رو الان اینا اختیار نکردن. اینجا یک نوع اجباری هست که بر خودشون تحمیل کردن. خب وقتی ما میگیم که انتخاب تا در این انتخاب انفعالات و احساسات نقش پیدا کرد، اینجا انتخاب نیست، اجبار هست. حالا این اجبار رو یا من خودم بر خودم تحمیل کردم یا اطراف بر من تحمیل کردن، خانواده، محیط اطراف، نمیدونم پدر مادر یا اینا. من فکر کردم که بله انتخاب با من بوده. وقتی اومدم تو صحنه زندگی به اصطلاح اونجا دیدم که نه بابا، من گول خوردم. حالا به خاطر همین که همین اتفاق نیفته که گول بخوریم، احیانا در انتخاب انسان خودش اشتباه میکنه. خواهر دیگه‌مون از کردستان، عایشه خانم، پرسیدن که چگونه ما در مسائلی که هفته پیش هم مطرح کردید و فرمودید موضوع بحث دینداری و شکل دینداری که حالا خلاصش رو هم گفتید که بعضیاشون ارزشیه، بعضیاشون سلوکیه، بعضیاشون به هر حال انفعالی هست. الان میفهمن خب من چطور تشخیص بدم که الان همسر من حالا خواستگار به اصطلاح شخصی که میاد، از کجا بدونم که تو کدوم یکی از این گروهات داخل میشه، رفتارش، برخوردش؟ ببینید ما طرف رو چطور انتخاب میکنیم؟ چون ارتباطی نیست غالبا در این ارتباطات، الان خصوصا مثلا دختر خانمی که پسر میاد خواستگارش، حالا پسر شاید دست و بالش بازتر باشه، الان دختر خانمی که پسری اومده، حتی پسری که وقتی میاد دختر خواستگاری دختر خانمی میخواد تشخیص بده که دید دینیش نسبت به اسلام چی هست، از کدوم یکی از این گروه هست، چطوری میتونه این کارو تشخیص بده؟ یک دید ارزی ما داشتیم که اون خودش مسئولیت داره که این رو میکنه. خاصتا دختر خانم‌ها باید روی این بیشتر به اصطلاح محتاط باشن. چرا؟ چون بیشترین بها رو دختر خانم ها پرداخت میکنه. طرف میاد ازدواج میکنه، شاید فردا طلاقش بده، میره یه زن دیگه میگیره، اما این دختر دیگه اون حالت رو نداره. خب چون که جامعه ما مرد رو همیشه باکر تصور میکنه، اما دختر یه بار باکر هست. خب اینجاست که این دختر اول یا پسر اول یه دید ارزی داره که خودش ورانداز کرد، طرف رو از نظر عقلیش قبولش کرد، با نشستی که با هم داشتن، با حرفی که با هم زدن، از نظر شکل و قیافش قبولش کرد. الان مونده که این حرفا که اینجا هست، خب احتمال چخان و دروغ توش 99% هست. ساختگیه. طرف با این شکل و قیافه که میاد، یک گل بی این قدری دستش هست و نمیدونم یه لباس جستی رفته کرایه کرده اومده،
الان پشت صحنه چی هست؟ اینه که یک بعد طولی ما داریم که اینه که طرف رو هیچ وقت جواب بله ندید. بگید که ما شما را نشناسیم، انشالله قدمتون مبارک هست، اما بذارید به ما اجازه بدید که ما کم فکر کنیم، مشوره کنیم. اگر دیدید که طرف انفعال کرد که نه مشورهش چی، از ما هستیم، به هر حال هر چی هستید از ما بپرسید فلان، هرگز، یعنی این که اینجا اصلا کلا طرفی که اومدن ریگی تو کفششونه و الا چرا هم چه حرفی میزنن؟ آن را که حساب باک است از محاسبه چه باک است. اینجاست که دیگه مشوره میاد. مشوره که اومد یعنی چی؟ یعنی کل فامیل بسیج میشن در شناخت اون فرد. اولین نقطه‌ای که باید از اون فرد بشناسیم خانواده‌اش هست. پدر و مادر، به خصوص پدر و مادر، چون که همیشه فرزندان تقریبا 90% شیوه برخوردشون و اخلاقشون و فرهنگشون رو از پدر مادر میگیرن. بعد اطرافیان اون خانواده، محیط برادرها، چند تا برادر هستن، چند تا خواهر هستن، سلوک و رفتارشون، طرف خودش چیکاره است، کجا کار میکنه، نحوه برخوردش با دوستاش، با اطرافیان. یه نفر رو نمیپرسیم، 100 نفر رو میپرسیم. چرا یه نفر رو نمیپرسیم؟ چون یه نفر اون از بخت قضا ما اومدیم از یکی از دوستاش پرسیدیم که باش مشکل داره. خب این دوستش یک بعد شخصیتی اون رو برای شما مشخص میکنه. بله که این خیلی بد زبانه، با این بد زبان بود. با یک کسی دیگه میگن که آقا عصبانی زود از کوره در میره، با یک کسی دیگه میگه آقا اصلا اهتمام به وقت نداره، سر وقت نمیاد. پس ما ابعاد مختلف این شخص رو شناختیم. خب این ابعاد مختلف چی به ما میده؟ این رو میده که ما یک شخصی رو داریم 200 مورد 20 مورد موارد مثبت داریم، در کنار این 20 مورد 5 مورد موارد منفی داره. حالا ما این دیگه اینجا آیا حاضر هستیم این جوانب منفی رو در به اصطلاح فدای این خوبی ها بکنیم، قبولش کنیم؟ اینجاست که اختیار صورت میگیره. اینجاست که من میتونم بگم که من انتخاب کردم آقا این طرف با این اشتباهات، با این نقائص، من این رو به این صورت قبول دارم. به خودم دروغ نگم، آقا این نقائص رو من درستش میکنم. هر دختر خانومی که این حرف رو زد، این دختر خانم اولین پله رو، اولین قدم رو گذاشته روی پله انداختن خودش به زمین. چون که اگر شما دختر خانم به خصوص اگر گفت که من درستش میکنم، یعنی چی؟ یعنی من معلمم، من شاگرد میخوام، یعنی من پلیسم، من یه زندانی میخوام که آدمش کنم، و این رو هیچ مردی قبول نداره. حالا اگه همین حرف رو مرد بزنه چی؟ یعنی مثلا اگه مردی یک نقاط ضعفی رو در یک دختر خانومی میبینه و فکر میکنه که میتونم اصلاحش کنم، تا چه حدی میتونه روی این موارد اعتماد بکنه، روی مثلا آینده خودش؟ آیا میشه حالا نقاط ضعفی هست فکر میکنه که من میتونم اینا رو اصلاحش کنم نسبت به اون نقاط قوتی که داره، حالا اینا چند تا انگشت شمارن، میتونم اصلاحش کنم، کوتاه میاد، میشه اینا رو تا چه حد میشه روی اینا حساب کرد، روی این اصلاح آینده؟ روی این به اصطلاح بزک نمیر بهار میاد، نباید اصلاً بها داد. در همین موارد، در همه موارد من این طرف رو قبول دارم، به این شکل قبولش دارم. حالا اصلاح شد، نور علی نور هست، چیزی که من میخوام. اصلاح نشد، من به همین وضع قبولش دارم. اونجاست که موفق میشم. خب این برداشت با اون برداشت اولی چه فرق میکنه؟ این که میگن قبول ندارم ولی اصلاح میکنم، این که میگه قبول دارم اگه اصلاح شد. خب اگه قبول دارم اما اصلاحش میکنم، خب اصلاح نشد، من قبولش دارم. اینجا ضرر نکردم. ضرر نکردم، من به این صورت قبولش دارم. 18 هست پیش من، اصلاح شد 20 نشد به همون قبولم. اما نه، من به این صورت قبولش ندارم، اصلاحش میکنم، بعداً قبولش میکنم. اگه نشد دیگه میزنم رو سر خودم. خب به وعده‌های سرخرمن هم اعتماد نمیکنم. طرف سیگاری مثلا هست، خب نماز میخونیم، همون چون بله نماز تقریبا هر جمعه رو نماز میخونم، بقیه نمازام بعضی وقتا اینا.
خب روزه چی؟ الحمدلله هر رمضان روزه میگیرم. زکات و حج چی؟ خودش میگه لمن استطاع الیه سبیلا، من که توانمندیش رو ندارم، پول ما کجا بود که زکات بریم؟ پس این از اول مشکل داره. خب در خود دینداریش مشکل داره. من اومدم گفتم که خب این میاد تو خانواده ما پایبند هستن، مجبور میشه پایبند بشه. ما هممون وقتی میریم نماز دیگه اینا مجبور میشه بیاد. این یه ریسک خیلی بزرگه. من اومدم اینجا چیکار کردم؟ اومدم تنازل کردم. در قضیه دین نباید هیچ گونه تنازلی باشه. هر گونه تنازلی این ارزش هاست. من اومدم در یک ارزش پایبندی اومدم پایین. الان من مجبورم فردا که دزدی کردم بیام پایین، فردا که رشوه خواری کرد بیام پایین. نه، این ریسک هست. میخوای این رو قبول داری اما با این شروط، با این شرطا که این پایبند بشه. بذار پایبند بشه، بذار ثابت کنه که اون کسی که شما هستید هست، بهش وقت بده. ثابت کرد، درست شد، اون وقتی که قبولش دارن. یکی از صحابیات هست، طلحه، عثمان ابن طلحه، آدم بسیار با غیرت، با حشمت، با عقل و درایت. میاد خواستگاری سلیم. خب میگه که تو کسی نیستی که تو رو آدم ردت کنه، اما اونجا یه ارزش هایی هست. من مسلمونم، من یه ارزش های خاص خودم رو دارم. تو در همه موارد خوبی، اما این موردی هست که من نمیتونم روی این اصلا حرف بزنم. کوتاه امکان نداره. خب تو با همه مواصفاتی که به صورت داری بیستی، اما این مورد رو نداری. فکر نکرد که خب من باش ازدواج کنم، اینو بگیرم برم مدینه، مجبور میشه که آدم بشه. نه، گفت نه، اول این مورد رو تو حل کن. طرف رفت مسلمون شد، اومد الان مسلمون شده، این موردی که خانم میخواست الان تحقق پیدا کرده، اون وقت قبولش کرد، اما ریسک نکرد. خب من ازدواج کنم برم اونجا درست شه، رفتیم نشد، اون وقت چیکار میکنم؟ مشکل ساز میشه. در قضایه، به خصوص در قضایه پایبندی های ارزشی که دینداری اولش باشه، در این موارد هرگز ریسک نکنم. میگن معتاده، چیزی روش ثابت نشده، شکلش به معتادا میخوره، اما خب شاید سرطان داره، شاید نمیدونم فلان مورد داره، شاید اصلا طبیعت باباش هم همینجور لاغروه. خب تازه اگه معتادم باشه، خب بیاد تو جو خانواده ما، این خود به خود اصلاح میشه. این یه ریسک هست. اومد نشد. حسودا میگن که این معتاده ظاهرش نمیاد، بوی دهنش هم معلوم نمیشه، خب دندوناش یه سیاه میزنه، خب کرم خوردگی داره. من الان دارم چیکار میکنم؟ این اختیار نیست، این اجبار هست. روی من یه فشارهای دیگه‌ای هست که خودم اینا رو به وجود آوردم. خب یک فشارهای عاطفی است. من به خاطر نمیدونم پولداریش، مسائل دیگه‌ای که در ذهن من هست، این رو قبول دارم. از این موارد نمیخوام با این موارد نمیخوامش، اما میخوام که این مواردی که رو شایعه هست این رو قبول نکنم. یعنی من دارم خودم رو مجبور میکنم. این اختیار نیست، این اجبار است. اجباری هست که طرف فکر میکنه که اختیار هست، یک اختیار وهمی است. حالا جناب دکتر از عمر گفتیم و اینکه تفاوت عمری چقدر باشه. بحث عمر خیلی مهمه برای خیلی از عزیزان، بحث تفاوت سنی. غیر از عمر چه موارد دیگه‌ای قابل توجهه و بعد مد نظر باشه که میشه روش صحبت کرد؟ غیر از عمر بعد مکانی هم مهم هست. به این معنا که این دختر شهری است یا دختر روستایی، پایین شهر است یا بالا شهر. یعنی چی؟ یعنی تفاوت‌های طبقاتی اجتماعی که در جامعه هست. حالا شما میگید که یک دختر شهری با یک پسر روستایی خیلی وقتا شدن که با هم ساختن، اما این حالتهای استثنایی هست. این اون حالتی هست که پسر یا دختر این ظرفیت رو داره.
که با این فرهنگ بسازه. یه دختری هست از یک ملیت با ملیت دیگه، از یک کشور با کشور دیگه، از یک قوم با یک قوم دیگه ازدواج میکنه. هر دختر پسری این ظرفیت رو ندارن و هر دو ملیتی با هم نمیخونن. مثلا ما یه دوستی داشتیم از کردستان عراق، ازدواج کرده بود از کجا؟ از افغانستان. خب از یه خانواده پشتونی ازدواج کرده بود. اینو خیلی خوب بودن، الان رفتن تو کردستان، براشون افغانستان بودن یا کردستان بودن فرق نمیکنه. اینجا این دوتا ملیت با هم میخونن، فرهنگاشون به هم نزدیکه، روابطشون تباعیشون با هم نزدیکه. اینا یه دوست همسایه داشتن، آقای از کشورهای عربی بود، خانمه از پاکستان. ملت پاکستان یه ملت بسیار نرمخو هستن. خب این به اصطلاح عربا باز یه مقدار سفت و سخت‌ترن، یعنی انفعالی ترن. طبیعت منطقه و جو منطقه اینجوری هست. این به این دوست کردش گفته بود که شما چقدر خوشبختید، من چیکار کنم؟ خانمم خیلی سرد برخورده. این سرد نیست، طبیعتشون اینه، ابراز و عاطفش به همین صورته. خب این کرده میگه که من بهش گفتم که شما این کار کن، من هر روز که میرم خونه بدون یک دسته گل نمیرم خونه، تا یک گل میبرم با خانمم میگه چیز دیگه میشه. گفت این دیگه چیزی نیست. میگه رفت طرف بازار، یه دسته گل گرفت، اومد خونه، خانم داره تو آشپزخونه غذا درست میکنه، میگه دسته گل رو دادم به خانمش و گفتم I love you. خب نگاهی کرد، دسته گل رو گرفت، دستاش چیز کرد، اون چی پک کرد، دسته گل رو گرفت، یک گوشه گذاشت، گفت جزاک الله خیرا. میگه انگار که دیگه یه بشک آب تو حال طرف هست. خب الان شما نمیتونید بگید که این به اصطلاح عاطفه نداره. این ابراز عاطفه‌اش در به اصطلاح طغیان عاطفه‌اش همینه. شخصیتش اینطوریه. اینا دیگه با هم نمیسازن. تو که میتونی این جو، یا این مرد که این ازدواج رو میکنه باید این ظرفیت رو داشته باشه، یعنی این ملت رو من با این حالتش قبول دارم. این تفاوت رو از کجا متوجه بشه اصلا طرف؟ الان شما مثلا صحبت از شهری روستایی، این قوم و اون قوم، بحث مکان وقتی مطرح میشه، من از کجا میدونم که این آقایی که غالبا تو این مکان هم که هست، یعنی آشنایی هست دیگه، یا فامیل رفته حالا شهر زندگی میکنه، اون یکی مونده تو روستا، یا اینکه تو یک محله مثلا دختر پسر تو دانشگاهی با هم درس میخونن، یک همکارن که حالا خانواده خارج از شهر یا جای دیگه، یعنی یک اشتراکی بینشون هست طبیعتا. حالا تو یک شهری مثلا همسایه ها از ملیت های مختلفن، ولی تو همون شهر بزرگ شده، تو همون آب و هوا بزرگ شده، تو همون فضا بزرگ شده. الان از کجا بدونن که این چون مال این قوم، مال این طایفه است، مال این منطقه است، مال این شهر و روستاست، شاید این اتفاق بیفته که ما نتونیم با هم دیگه بسازیم؟ چطور میشه اینو تشخیصش داد؟ روی این تشخیص خیلی از بیننده هم این مسئله رو مطرح میکنن که شما میفهمید مثلا این با این نمیخوره. خب حالا من چطور بدونم که طرف اولا اینجوری هست که حالا مشکل میخوریم یا نمیخوریم؟ ببینید این بعد طولی بسیار مهم هست. تا ما از طرف شناخت نداشته باشیم با این مشکلات روبرو میشیم. وقتی که طغیان عاطفه باشه همینه. خب ببینید وقتی میگیم که مثلا اینها یک فضاهایی هست که مشکل ساز هست، واسه این باید دقت بیشتر باشه. یعنی به این معنا نیست که تا ما دیدیم مثلا طرف از ملیت دیگری است، قوم دیگری است، یا شهر است یا روستا است، مخالف مکان ما در جا بگیم نه به هیچ عنوان. یعنی فقط اینه که ما باید به این منطقه دقت بیشتری بکنیم، حساسیت بیشتری. یک که مثلا ما یک استاد دانشگاه داریم شهری. این استاد دانشگاه چی میخواد؟ یک خانواده بی درد سر میخواد، طبیعتش اینطوریه. یه استاد دیگه هست این همکار میخواد. خب این وقتی که از خود دانشگاه زن میگیره این موفق میشه. چرا؟ چون که یک همکاری میخواد، یک کسی رو میخواد که در اون فضایی که حرکت میکنه در اون
دوش اون حرکت بکنه. طبیعت یک دیگه همکار اون هست، یک آقای دیگه هست. این نه، این در فضای دانشگاهی هست. خونه میخواد یک خونواده داشته باشه. تو خونه نمیخواد دیگه اونجا استاد دانشگاه باشی، اصلا فضای دانشگاه میخواد دم در بگذاره بره داخل خونه تنها یک فضای جدید میخواد. این چی میخواد؟ این یه زن میخواد. زنی میخواد سر به زیر، زنی میخواد که حرف شنایی داشته باشه، زنی میخواد که خونه رو خونه کنه براش، چون که اون جو آزمایشگاه اینو داغون کرده. این میخواد که از یک جو شلوغ آزمایشگاهی بیاد توی بهشت. اتفاقا یک تجربه من خودم داشتم جناب دکتر، تو مثال یادم افتاد الان شما اشاره کردید که در تهران یک متخصص جراح پوست، یعنی واقعا ایشون هم حالا ذکر نمی‌کنم اسمشون، در حد یعنی بهترین های تهران بود که ایشون تخصص خاصی در این زمینه داشت. یک سفری دعوت کرده بودن کابل ایشون رو که برای کابل و برای یک بیماری پوستی و درمانی که اونجا مشکلاتی که ایجاد شده بود و چند تا روستا هم دوستانی که میزبانش بودن برده بودنش از طرف سفارت و برگشته بود میگفت که من میخوام برم اونجا یک دختری از روستاهای افغانستان بگیرم ازدواج بکنم و در یک روستایی رو مد نظر دارم که حتی اونجا خونه‌ای بگیرم برای زندگی چند ماهی برم اونجا زندگی بکنم، گرچه ایشون تحصیلاتش هم اروپا گذرانده بود. یعنی میشه، یعنی که شاید اصلا با هیچ میزانی تعریف شده نبود صحبت‌های ایشون الان که خیلی از جوونا بشنون که پزشکی که تو اروپا تحصیل کرده متخصصه و بروبیایی برای خودش داره، سنی ازش گذشته، یه دختری رو که شاید سواد خوندن نوشتن هم نداره تو روستایی در افغانستان طالب باشه و بخواد بره اونجا زندگی هم بکنه. یعنی اگر ازدواج کرد این موفق هم میشه. برای چی؟ این شاید ازدواج دیگه هم داره. برایشون همسر داشت، بچه داشت. همسر هم داره، بچه هم داره، اما تو اون ازدواجش آرامشی که دنبالش هست اون پیدا نکرده. این که عزیزی داریم ایشون همین حکایت هست تماما. آره یه سالی هست که دختر خودش پزشک هست، پاکستانی هست، از جمله پزشکای رده اولی کل کشور هست. بچه‌هاش بزرگن، دختراش بزرگن. الان با یه بیوه زن فلسطینی ازدواج کرد. خب خودش حدود 50 اندی سال داره، این بیوه زن 30 سال داره. خب ببین این الان تو زندگیش موفق است، همشون موفقن. هم این بسیار چرا؟ چون این تو یک زندگی شلوغی هست، نیاز به آرامش داره، نیاز به آرام از جو بیمارستان با اون فضایی که هست. این بیمیر و اونو نمیدونم تیکه پاره‌اش کن و اینو خون و خون. الله تعالی همه پزشکانمون جزای خیر بده، واقعا زحمت زیادی میکشن، واقعا صبر و تحمل و مشقت زیادی هم داره واقعا این کار. هر یکی به صورت در فضایی که هست همچین موردی داره. بله. خب این وقتی میره تو اون خانواده‌اش، اون خانومش هم چی هست؟ اون هم خانومش هم پزشک هست. اونم همین مشکلات و سختی‌ها داره. این دیگه از اون فضای زندگیش کلا بیمارستان است. بله دیگه دقیقاً در فضای داخل خونم شاید خیلی از اون فضای بیرون پرونده ها و کارها و مشکلات میاد داخل فضای خونه. این الان یه رفیق داره و رفیق خیلی خوبی هم داره، اما زن نداره. همکار داره. خب خانم نداره. این نیاز به این ازدواج داشت. الان زندگیش کاملا نرمال شده. این مدتی که گذشت این اشتباهش این بود که این دختره رو نتونسته بود پیدا کنه. این آقایی که شما میگید الان چرا وقتی رفت اونجا به ذهنش خورد؟ این اصلا در اون گیر و دار زندگی تهران اصلا تصور نمیکرد. یه بهشت دیگه هست که اسمش خانواده است. رفت افغانستان توی روستا اون بهشت رو دید، عاشقش شد. این میخواد اینجا دیگه اینو در کنار خودش داشته باشه. یه نوع استقراری اینجا به وجود خواهد اومد. اینه که ما میگیم که به اصطلاح هر سوژه‌ای باید در کنار خودش خونده بشه. اینی که شما بگید آقا فلانی نمیدونم یه دختر روستایی گرفت، این حرف نشد. یه روزی به اصطلاح زن شهری گرفت، این حرف نشد. طبیعت این افراد چی هست؟ جایی که زندگی کردن کدام است؟ این شهری که رفت تو روستا زندگی کرد، خب با روستا انس گرفت. دید که اینجا بیشتر افرادی که این هم هست که به اصطلاح آقایونی که زن به اصطلاح روستایی میگیرن و این انطباع رو دارن که من زن میخوام، من خونه میخوام، خونه زندگی میخوام، زن و بچه میخوام.
خب این آقایون موفق میشن، گرچه که خودش شهری هست. یعنی چی شهری هست؟ یعنی یک نوع اتیکت های خاصی تو شهر هست، یه نوع دروغای تعارفی تو شهر هست، یک نوع برخوردهای خاصی تو شهر هست که این زن روستایی اینا رو اصلا قبول نداره، اصلا یاد نداره که دروغ بگه. بفرمایید شما را جون من بفرمایید نرید که نمیدونم، این چیزا رو بلد نیست. ساده سوده به همین خوبی خودش، به فطرتش نزدیک هست. این به تنگ اومده، این آقا به تنگ اومده از این وضعی که داخل شهر هست، میاد اینجا گمشده خودش رو پیدا میکنه. اما این گمشده یک ظرفیت میخواد. یعنی چی ظرفیت میخواد؟ چون تنها خودش نیست، الان تنهای پدر مادرها هست، تنهای اطرافیان هست، فلان هست. اگر همه اینها رو میتونه کنترل کنه، همه اینها رو میتونه جهت دهی کنه، موفق میشه. اگر اینا رو پشت سر میگذاره، میگه که نه آقا اینا به صلاح هرچی گفت، نه، این دیگه موفق نمیشه. چرا؟ چون که اینا رو اگر نمیتونی ساکتشون کنی، نمیتونی جهت دهیشون کنی، این لطمه میزنه بر چی؟ بر آینده این خانواده، بر فرزندان. چون این مادر دیگه توی این به اصطلاح خانواده زیر انگشت هاست دیگه، همه به اصطلاح بهش اشاره میکنن، طعنه میزنن، شاید اسمی براش درست بکنن، مسخره کنن. خب این لطمه میزنه به شخصیت خودش و شخصیت بچه هاش. جناب دکتر اگه بخواید خلاصه بکنید موضوع بحث تفاوت مکانی حالا یا تعبیر تفاوت ملیت، تفاوت قوم، تفاوت اون فضایی که انسان درش رشد کرده و منتسب هست، خلاصه بحث اگه بخواید بگید به عنوان یک معیار چی میگید؟ ببینید ما یک معیاری داریم که حتی فقها این رو روش بحث میکنن، بهش میگن کفاءت. کفاءت یعنی چی؟ یعنی همسنگی. خب ما گفتیم از نظر دیانت همسنگ باشن، از نظر به اصطلاح عرف اجتماعی و این همسنگ باشن، از نظر حتی عقلی و تفاوت فرهنگی، میزان تحصیلات هم همسنگ باشن. همسنگ نبودن یعنی چی؟ یعنی باید اون طرفی که میخواد طرف مقابلش رو انتخاب کنه باید این ظرفیت رو داشته باشن. یعنی منی که به اصطلاح دانشگاهی هستم، خب باید کسی رو بگیرم که من رو بفهمه. نفهمید، اومدم با یک سطح پایین‌تر ازدواج کردم، از نظر عقلی، از نظر به اصطلاح رشد تحصیلی و فرهنگی. خب چی میشه؟ این میشه که این مرد دنبال کسی است که اون رو بفهمه. کی اون رو میفهمه؟ دوستاش. بیشتر از خانه فرار میکنه. خانم هایی که اعتراض دارن که شوهرم با دوستاش خوبه، وقتی میاد تو خونه حرف نمیزنه، با ما نمیشینه فلان، این از شما فراری هست. اینجا حلش چی هست؟ حلش اینه که این زن خودش رو به اون برسونه، رشد کنه. مشکل بیشتر چه وقت به اصطلاح این مورد دار میشه؟ وقتی که دختر خانم سطح تحصیلاتش بالاتر بود، خب عاشقش شد. عاشق چی؟ آقا این میکانیک هست، بله من دکترای نمیدونم پزشک هستم، فلان هستم، متخصص هستم، اما چشم به همین میکانیک. چشش به میکانیک نبود، این چشش به خوشگلیش بود، به تیپ و قیافش بود. خب میکانیک میشد، عضلاتش بود، فلانش بود. اینا این رو چشمگیر کرد. اینجا اختیار صورت نگرفت، اینجا یک اجبار بود، اختیار وهمی. اومد این رو انتخابش کرد. الان همیشه که دیگه عسل نیست تو خونه، تا یه موردی پیش میاد توی دست و پا چلفت بازاری میای جلوی من تو بیمارستان 100 تا افراد دارم که برام به اصطلاح چی میشن، میگن احترام بله، الان تو میای با من حرف میزنی؟ چی شد الان؟ خب این رو هیچ مردی نمیتونه تحمل کنه. هیچ مردی نمیتونه نگاه کنه که زنش به اصطلاح واسهش قلدری کنه و به اصطلاح اینه که اینجا این مورد بیشتر مورد دار میشه وقتی که سطح سواد خانم. اینه که قضیه تفاوت و همسنگی رو باید در نظر داشته باشیم. وقتی میگیم ازدواج عقلانی باشه، ایناست. انفعالات این تفاوت ها رو نمیبینه، عقل که این تفاوت ها رو میسنجه. اینا در محیط زندگی خیلی کارساز هست.
اجازه بدید چند تایی از پیام‌های بینندگان رو هم داشته باشیم. بیننده بعد پوزش بیننده فرمودن که آیا درست است که یک جوان نخواد ازدواج بکنه به خاطر اینکه چون خواهر و برادر بزرگش در زندگی موفق نبودن، حتما ازدواج کردن که موفق نبودن و میترسه که ازدواج بکنه و آینده خودش رو هم در زندگی اونها میبینه. به نظر شما این کارش درسته؟ متاسفانه این مورد خیلی وجود داره و یک کار بسیار اشتباهی هست. زندگی من غیر از زندگی برادرام هست، تجربه من غیر از تجربه برادرام هست و این یک مواردی از اجبار هست که این طرف خودش رو مجبور میکنه که ازدواج نکنه، یا حالت عکسش هم هست. خواهر بزرگ رو یک آدم پولدار گرفت، من خواهر کوچیکم میخوام که به اصطلاح شوهرم از شوهر خواهرم کمتر نباشیم. این الان من چیکار کردم؟ خودم رو مجبور میکنم. من اینجا اختیار ندارم، من دنبال اختیار نیستم، دنبال اجبار هستم. اختیار وهمی هست که من فکر کنم که کسی باید بیاد اینطوری باشه که مثل شوهر خواهرم. خب یا از این موارد ما زیاد داریم. خواهر اول موفقه تو زندگیش، خواهر دوم موفقه، پولداره، نمیدونم فلان هست، خواهر سوم میترسه، وحشت داره که نکنه که از اونا کمتر بیارم، اگه کمتر شد اون وقت چیکار کنم. یا این مورد چند تا خواهر یا برادر ازدواج کردن موفق نبودن. من میگم که این مورد یه شانس بهتر داره. این الان جلوی روش 2 مورد 3 مورد ناموفقیت رو داره، میتونه اینا رو خوب بخونه. چه باعث شده که اینا موفق نشن؟ اینها رو در انتخابش مراعات کنه. یعنی نقاط ضعفی که اونجا وجود داشته رو مواظب باشه که خودش ما همیشه یا از نقاط ضعف دیگران استفاده مثبت میکنیم که این شرط عقل است. یا به لقمان حکیم گفتند از ادب از کی آموختی؟ گفت از بی ادبان. این هست که نقاط ضعف دیگران رو ببینیم تا در ما این خواهر بزرگم چرا به این چاله افتاد؟ چون که انتخابش انتخاب نادرست بود. من دیگه این کارو نکنم، من باید بیشتر احتیاط کنم و اینی که مثلا دنبال زندگی باشم باید بیشتر دنبال زندگی باشم. من باید این شکست اونها باید من رو بیشتر تشویق کنه که من یه نمونه بهتر تقدیم کنم که اونا الگو برداری کنن از من. چرا میترسم که من مثل اونا باشم؟ چرا نمیخوام که من یه الگوی موفق باشم برای اونا؟ بیننده دیگری فرمودن شما میفرمایید که عشقی وجود ندارد قبل از ازدواج. آیا نمیشه گفت همون علاقه‌ای که به وجود میاد نسبت به شخصی که میخوای با او ازدواج کنی رو بعضی‌ها همین رو عشق خطاب کنن؟ آیا این درسته یا نه؟ یعنی به هر حال علاقه‌ای که هست، محبتی هست، حالا تعبیر حالا رو الفاظ گیر ندیم، بعضی همین رو میگن عشق دیگه، اما محبت حالا شما هر چی میخواد اسمشو بذار عشق، اما این عشق نیست، این محبت نیست. این یک تمایلی هست، دید یک سراب هست، دیدی هست که برخواسته از عقل نیست، از انفعالات هست. تا این انفعالات و احساسات افت کرد، خب همینه دیگه. این به اصطلاح همون هورمونایی که الان انفعال شد، رشد کرد، الان شما احساس آرامش میکنید، همینش اگر افت کرد دیگه از طرف متنفر میشید، جون هم میافتید. پس اینجا عشقی نبود. عشق چیزی هست که شکست پذیر نیست. عشق هرگز نمیشکنه. این ببینید طرف میاد ازدواج میکنه، زنش سالهاست که وفات کرده اما امکان نداره فراموشش کنه. طرف اومد ازدواج کرد، همسر یا شوهر یا خانم تصادفی کرد، فلج شد، نمیدونم فلان، میبینی که اینا اصلا تو چشش نیست که این فلج شده. این زنی که دیروز همه دنیا رو میچرخون الان نیازمند هست که این مرد رو کولش بگیره. میبینی که رو کولش میگیره، میبره، اصلا به رو خودش نمیاره. اینجاست عشقه. این عشقه. این عشق قبل از ازدواج ممکن نبود ساخته بشه. اگه قبل از ازدواج این طرف اتفاق میافتاد براش، شاید اصلا بیخیال میشد با ازدواج. خیلی موارد ما داریم. طرف عاشقشم تا شنید که ازدواج کرد، تصادف کرده، پاش شکسته، تموم شد، خط کشید روش. عشق کجا بود؟ یا مثلا طرف ثروتمند بوده، بعد یک دفعه که ورشکست میشه میبینن که هیچ
کارمند دیگه داری بوده، رئیس بوده، وقتی که شغلشو میگیرن طرف عشقش هم تموم شد. عشق تموم شد. عاشق بند کی؟ اگر کسی میخواد بگه که من عاشقم، من ازش این سوال رو میپرسم: شما عاشق این فرد هستید؟ میخواهیدش؟ آیا اگر این کور شد، گوشاشو از دست داد، فلج شد، افتاد، بازم قبولش داری؟ سوال سخته. اگر جواب برای این سوال نداری شما عاشق نیستید. همین طرف اگر ازدواج کرد، بعد چقدر از آقایون یا خانم هایی هستند که مدتی بعد از ازدواج کور شدن، کر شدن، فلج شدن، تا الان شوهرشون کنارشون هست. طرف همون که تو یوتیوب ها هم میارن که نمیدونم، طرف خانومش چندین سال هست که چی شده که ذهنش از دست رفته، طرف رو نمیشناسه اصلا. خب تا الان باش غذا میخوره، تا الان در کنارش هست، میگن این تو رو اصلا نمیشناسه، میگه اما من میشناسمش. این عشقه. این عشق قبل از شیب سرا به وجود نمیاد. یک قصه زیبایی هم هست با یکی از پادشاهان دوران اموی. یه آقایی بود که خیلی زن خوشگلی داشت، اما زن حالو بود، دیوونه بود. خب اما این مرده این خانم بود. این خلیفه یا اون پادشاه تعجب کرده بود، گفت بابا این دیوونه هست، خب چطور تو اینقدر خاطرخواه این هستی؟ به چی این دل دادی؟ میگه این خوشگلیش اینقدر است که من نمیتونم فراموشش کنم و بیشتر از همه خوشگلی این مادر بچه هام هست. من چطور مادر بچه هام رو بندازم دور؟ خب این چه هست؟ این فردی هست که این عشق رو بعداً به وجود آورده، تو این خانواده بوده، مادر بچه ها شده، عاشق شده. الان بعد از اینکه عاشق شده این طرف دیوونه شده، براش مهم نیست، چون اینجا عشق هست که حرف میزنه. اما همین فرد، همین زن زیبا رو اگر قبل از ازدواج دیوونه پیدا میکرد، میگرفتش. کلا و هاشم عشق هایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. همه کسانی که عاشق چشم ابروی کسی دیگر میگن قربونت برم و فدات بشم و پیامک میفرستم. خطاب من به خواهران است بیشتر، اون برای خواهرانی که احساس میکنن فردی عاشق اونهاست و بدون تو نمیتونم زندگی بکنم، فدات بشم، فقط تو رو انتخاب کردم. من هرگز از الله متعال نمیخوایم که خدایی نکرده جمال هیچ خواهری خدشه‌دار بشه، اما اگر خدایی نکرده یک روزی این جمالی که شما دارید و طرف میگه که عاشق شما، شاید به خاطر این جمال، اگر این جمال نبود آیا باز هم همین پیام ها رو به شما میفرسته؟ آیا اگر این زیبایی رو در شما ندید باز هم این کار رو خواهد کرد؟ اگر ادامه داد واقعا عاشق شماست، اگر ادامه نداد پس شرمم میاد بگم تعبیر دیگری که استفاده بکنم که چه تعبیری مناسب اون شخص هست. تشکر میکنم جناب دکتر که در این برنامه مشارکت کردید و از صحبت شما استفاده کردیم. همچنین از همه شما بینندگان عزیز تشکر میکنم. پیام ها، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما در میان بگذارید، حتما در برنامه مطرح خواهد شد. تشکر خاص از احمد جان کارگردان محترم برنامه و همراهی فرید، منیر احمد، جاوید جان و محمد جان که در بخش کنترل زحمت میکشن تا این ارتباط بین ما و شما برقرار باشه. با امید خوشبختی برای همه زوجهای جوان، با امید سعادت برای همه خانواده هایی که در زیر یک سقف زندگی میکنن، از الله متعال فضای گرمتر و گرمتر و گرمتر رو برای همه زوجهای جوان جامعه اسلامی خودمون خواهانیم و حتی همه انسان هایی که روی زمین هستن. الله متعال به ما و شما توفیق مزید خدمت بده. از الله متعال برای گذشتگان خودمون دعای بخشش، رحمت و مغفرت میکنیم که همه اونها رو الله متعال مورد رحمت، بخشش و مغفرت قرار بده و تا برنامه بعد همه شما خوبان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما. جزاکم الله خیر.